اما سلام، من حسین مهرامی هستم، رئیس انجمن هزاره های امریکا. بخیر، روز موعود ملی بزرگ قومی و تجلیل از فرهنگ هزارگی به عنوان بزرگترین رویداد قومی در امریکا نزدیک شده و ما با همکارای بسیار نازنین ما، همکارای بسیار متحد ما در انجمن هزاره های امریکا تانستیم که یک محل برگزاری یک پارک بسیار مناسب و خوبه که مخصوص امیت یک برنامه های کلان است رزرو کنیم. و رزرو از این پارک دوستای ما بسیار زحمت کشیدن، تلاش کردن و تمام هماهنگی های لازمه، اجازه نامه ها را از کانتی، از شورای شهر، از پلیس، از اتفاقیه و به همین قسم با کمپانی های خصوصی دیگه مثل کمپانی هایی که عرضه تشناب سیاره داره و کمپانی هایی که زباله ها را انتقال میده، با تمام از اینا ما هماهنگی کردیم و همین هماهنگی ها و رزرو پارک یک هزینه بسیار بالا را متوجه ساخت که ما مجبور شدیم تیکت ها را از هر موتر که اشتراک میکردن قبلا به هر نفر تغییر بدیم تا بتانیم یک قسم شما هم سهمگیری داشته باشین با خرید تیکت و اشتراک در این برنامه و ما بتانیم این هزینه ها را جبران کنیم. این پارک یک کمک سیتاپ و تنظیمش متفاوت‌تر است. شما باید موترها را در بیرون در محل مخصوص پارکینگ ها پارک کنین و بعد از او اساسیه و تجهیزاتی که برای میله بر خود آوردین او را با خود گرفته از دروازه های یا از ورودی های که در اونجا از قبل وجود داره از اونجا تیکتتان اسکن کرده وارد محل برنامه میشین. در این برنامه ما آمادگی های بسیار خوب گرفتیم. در پهلوی ازی ما 4 هنرمند بسیار محبوب و خوش آواز داریم. علی ساقی عزیز از اروپا تشریف میاره، آقای ناصری، استاد ناصری ما از ریچموند میان و احمد غلامی هنرمند همیشه در صحنه ما همراه ما هستین با هم و زیورجان سفری، اینا همه برای ما اجرا خواهد داشت. در پهلوی ازی ما برنامه تقدیر از فارغین دانشگاه و کالج های امسال داریم که اونا هم میان، بر از اونا هم مبارکبادی میگیم و همراهی و همیاری شما. و ما همینطور از کسب و کارهای قوما که در امریکا هستن از اونا دعوت کردیم بیاین کسب و کار و بزنس و تجارت خود به شما معرفی کنن، محصولات و کالای خود به شما معرفی کنن. در پهلوی از اینا ما برنامه متنوع دیگه هم در نظر داریم، برنامه‌ای که خاص فرهنگ و سنت های هزارگیه، اینا را بخیر در اونجا نمایش خود دادیم. شما هم اگر برنامه‌ای در نظر دارین، یک برنامه زیبا و جالب توجه بر اشتراک کنید، حتما با ما در میان بگذارین، با تماس شوین. ما همکاریتان همیشه